داریم میریم برید با هم دوره میکنیم. مصطفی جان من نگیری میکروفونو بگی بالا شلوار میخوام بکشم پای من نگیری حاضرید؟ بریم؟ بکشم یک دو سه. بچه‌ها خدمتتون عرض کنم که سفرمون در جریان هستید. چند تا شهر رد میکنیم میرسیم به خوزستان گردی داریم و ادامه مسیر حالا میریم جلو. اولی که دمتون گرم، تجهیزات کامل عالی. چند تا نکته است که باید تو سفر حتما رعایت کنین، مخصوصا نکات ایمنی. اولین نکته سرنشینای عقبه. به هیچ عنوان نباید پشت موتور خوابشون ببره، چون هم برای خودشون خطرناکه و هم تعادل موتور. یعنی شما در حال خواب یه مرتبه خدایی نکرده به چپ یا به راست خم میشی، هم احتمال افتادن هست و 50% تعادل موتور به عهده شماست. یعنی این نکته رو حتما باید رعایت کنید. احساس خوابالودگی دادی خوابت میبره، به راننده میگی میزنید کنار، دستاتون رو میشورید و اینا، ادامه مسیر. اصلا به هیچ عنوان نباید بخوابید. از حرکات یه مرتبه فیلم گرفتن، چرخشی و اینا 100% خودداری کنید، چون تعادل موتور، چون موتورها سنگینه، بار دارید الان کلی عقب موتوراتون سنگینه و این تعادل موتور 100% میریزه به هم. خدمتتون عرض کنم نکته خیلی مهم، به هیچ عنوان از سمت راست خودرو سبقت نگیرید، چون نقطه کور آینه نمیبیننتون، مخصوصا ماشینای سنگین. حتی اگر با علائم با اشاره بسیار با احتیاط حرکت کنید، یعنی ترجیحاً به هیچ عنوان از سمت راست سبقت نگیرید. تاکید میکنم مخصوصا ماشینای سنگین، چون نقطه کور داره. یه مسئله که بعضی از دوستان تو جاده رعایت نمیکنن، موتورهای گروهی، ببینید آینه های ما یه حدی رو میتونه پوشش بده. خب شما الان حساب کن این آینه، این موتور تو جاده در حال حرکته. خب اگر یه موتوری توی این زاویه باشه، نقطه کور این آینه است. اگر این موتور به هر دلیلی چپ بگیره 100% سانحه ایجاد میشه. موتور عقبی، حالا مثال میزنم عقبی، یا باید تو این زاویه با موتور بغلی باشه یا عقب‌تر باشه که تو دید آینه باشه. به هیچ عنوان یعنی سر موتور جلو به ته موتور عقب نباید باشه، چون نقطه کور داری و این باعث حادثه میشه. آقا چال از یه مرتبه میخوای بگیریم و میخوری به عقبی و این خطرناکه. حالا نکته ها رو تو طول مسیر هی میریم جلو. امیدوارم که راید خوبی داشته باشیم. ترجیحاً چون اتوبانه 100% تو یه خط، تو یه لاین برید، یعنی چپ و راست نکنید. حواستون هم به علائمی که میدیم باشه. هر 1.5 ساعت راید حتما وامیستیم، آب بخورید، چون زمانی که تو حرکت هستیم باز به بدن میخوره، آب بیشتر از دست میده بدن. حتما بعد از 1.5 ساعت آب بخورید، یه ذره حرکات کششی انجام بدید تا یه راید خوبی داشته باشیم. دمتون گرم. مرسی.